به نام خدا. سلام دوستان. توی این ویدیو میخوام در مورد مکمل ها صحبت بکنم. مولتی ویتامین ها و مینرال هایی که خیلی از شما به دلایل مختلف دارید مصرف میکنید. بعضیا به خاطر ریزش مو، بعضیا به خاطر چاق‌تر شدن، بعضیا به خاطر بدنسازی، بعضیا به خاطر تقویت سیستم ایمنی و غیره. نکته‌ای که راجع به مکمل ها باید بدونید اینه که بسیاری از اینها خاصیت تجاری دارن و اصلا اون چیزی که ادعا میکنن نیستن. به علاوه اینکه خیلیشون بیش از حد گرونن و اصلا ارزش خریدن ندارن. شما باور کنید یک شربت مثلا ممکنه 400,000 تومان 500,000 تومان شربت مکمل قیمت داشته باشه، بعضیشون حتی بیشتر. و اینکه وقتی دستشون رو میشه که جدولی رو روی جعبهشون حک میکنن، یه جدولی که برای اینکه نشون بدن همه چیز توی مکملشون هست، همه مواد روش نوشته شده: کلسیم، منیزیم، روی، آهن، مس، کروم، همه ویتامین ها، A، B، C، D، E، F، G، H همه رو داره. و این دستشون رو میکنه. علتش هم این هستش که حتی اگه راست هم بگن، همه این مواد با همدیگه جذب نمیشن. وقتی همه این مواد روی اون جدول حک شده، به این معنیه که شما یک قاشق از این شربت رو که میخوری یا یک قرص رو که میخوری، همه این مواد با هم وارد دستگاه گوارش شما میشه. موضوع اینجاست که بعضی از این مواد جلوی جذب بعضی دیگه‌شون رو میگیرن. مثلا کلسیم جلوی جذب آهن رو میگیره. بنابراین وقتی شما این ماده رو مصرف میکنی، این مکمل رو مصرف میکنی، قطعا آهنش جذب نمیشه اگه راست گفته باشن. یا بعضی از ویتامین های محلول در آب هستن، بهتری که با معده خالی خورده بشن و اینطوری جذب بهتری دارن. برعکس اونایی که محلول در چربی ان، مثل ویتامین D، ویتامین E، بهتری که با غذا یا کمی بعد از غذا با معده پر خورده بشن. اما شما همه اینها رو توی این مکمل داری با همدیگه میخوری، بنابراین یه بخشیش جذب نمیشه. چرا؟ چون یه داری بعد غذا میخوری که اون محلول چربی‌ها بهتر جذب میشن، یا داری قبل غذا معده خالی میخوری که اون محلول در آبا مثل ویتامین B و ویتامین C بهتر جذب میشن. بعضی از این مواد با همدیگه برای جذب رقابت میکنن. مثلا فلزهای دو ظرفیتی با هم رقابت میکنن. وقتی همشون با هم توی اون ماده مکمل هستن، شما وقتی میخوریشون با پروتئین انتقال دهندش رقابت میکنه، بالاخره یکیشون شکست میخوره و یکی دیگه جذب میشه. یعنی اونی که معمولا غلظت بیشتری داره جذب میشه. بنابراین گول این تجارت رو و این تبلیغات رو نخورید. لزومی نداره همه مکمل ها با هم وارد بدن شما بشه. لزومی نداره همه مکمل ها رو بخورید. مکمل اسمش روشه، این شما تغذیه معمول تو داری، در کنارش میخوای یه مکمل هم مصرف بکنی. ممکن شما فقط کمبود ویتامین D داشته باشی، ممکن فقط کمبود روی داشته باشی، لزوما کمبود همه رو نداری. بنابراین اسیر این تجارت نشید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. شما رو به خدا میسپارم.